سلام، من باران هستم. با آموزش این لب خوش رنگ در خدمتتونم. اولین کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که بیایم رنگ هایی که این لب داره رو با هم دیگه مشخص کنیم. این لب ترکیب شده از رنگ های سبز پررنگ، این کوچولو رنگ های سرمه‌ای، مشکی، رنگ های زرد برای قسمت لبش به کار رفته و رنگ سبز و زرد و سفیدم برای قسمت لیمو. برای قسمت دندونش که همون رنگ های توسی و سفید و بالای دندون که قسمت لثه است از کد رنگ های پوستمون استفاده میکنیم. برای شروع این کار باید از روشن‌ترین رنگمون که میشه رنگ زرد، یه رنگ زرد مایل به سبز که میشه حدوداً کد 304 شروع میکنیم. کم کم رنگش میزنیم. سعی میکنم از ترکیب رنگ های کلاسیک و پولیکروم این لب خوش رنگمون رو رنگ کنیم. با کد 304 میتونیم شروع کنیم، با کد 205 پولیکروم این هم میتونیم شروع کنیم. خب اول میام یه لایه 304 میزنم، فشار دست کم به صورت دورانی خیلی آروم شروع میکنم این قسمت ها رو رنگ میزنم. قسمت هایی که روشن تر هست رو رنگ میزنم. نوک مداد تیز و فشار دست کم و به صورت دورانی. این قسمت ها هم که یک لایه خیلی کمی از روشنایی توش دیده میشه کار میکنم. خب میام یه 205 پولیکروم هم یه ذره میزنم. چون لیمویی تره و رنگش به مدلمون نزدیک تره. میام با کد 370 کلاسیک روی این قسمت ها رنگ میزنم به صورت دورانی. میام یه رنگ تیره تر استفاده میکنم، کد 359 قسمت های پایین شروع میکنم به صورت دورانی. با فشار دست کم میام سمت داخل. هرچی میام جلوتر فشار دستم کمتر میشه.
این قسمت ها فشار دست ثابت رنگ میزنه روی لایه. این قسمت ها هم که مشخصه با کد 359 رنگ میزنم. به صورت دورانی و با فشار دست کم. لایه بعدی که میخوام کار کنم با کد 357 کلاسیک. معادلش توی پولیکروم میشه 158 و فرقی نمیکنه، هر کدومش رو که برداشتید و داشتید میتونید استفاده کنید. به صورت دورانی روی اون قسمت های قبلیم کار میکنم. جهت‌های لب باید به خوبی رعایت بشه که اون حجم لب مشخص شه. میام با رنگ سرمه‌ای 157 پولیکروم استفاده میکنم. این قسمت ها رو خیلی آروم کار میکنم. فشار دستم آرومه، خیلی آروم و ملایم. به صورت دورانی این قسمت ها رو کار میکنم.
اون قسمت پایین لب تیره است. این تیرگی رو آروم کار میکنم. دوباره با کد 359 شروع میکنم روی این قسمت ها رو آروم به صورت دورانی میزنم. خیلی آروم این قسمت ها رو با 359 میزنم. این لایه خیلی آرومه قسمت ها میارم.